اگر این گونه هست که دلهاتون منور شده به نور ایمان، مزین شده، در وجودتون احساس میکنید محبت، علاقه به دین، محبت الله دارید، در لابلای همه فتنه ها، مشکلات و موانع گوناگون با عشق و علاقه دارید گام برمیدارید، موانع رو پشت سر هم میگذارید و از کفر رو، اگر با لذت و حلاوت بندگی میکنید، اگر از کفر و فتنه و کفرگویان و دهنکجان بیزارید، متنفرید، گریزانید، اینا همه به خدا نسبت بدید، در توان شما نیست. فضلا من الله، این فضل پروردگار است، این نعمت الله جل شأنه که خداوند بهتون بخشیده به شما مؤمنین. پس خدا رو شکر بکنیم. اینه که در برابر هر بندگی حمد خدا بکنیم، در برابر هر توفیقی، هر نعمت معنوی که بالاخص داریم شکر خدا بکنیم و بزرگترین نعمت رو همین نعمت توفیق بندگی رو بدونیم و همیشه دلهامون، دستهامون، وجودمون به سوی الله جل شأنه باشد، از او بطلبیم، درخواست بکنیم. تعجاز عن إصلاح ما فسد. الحمد لله